سلام، من مریم امیری هستم. به کانال آشپزی خودتون خوش اومدید. دوستان، اینجا یک مدرسه آشپزیه و امروز قراره 0 تا 100 یک کتلت خوشمزه رو با همدیگه یاد بگیریم. بله، قراره کتلت درست کنیم ولی خبری از سیب زمینی نیست. کتلت امروز کاملا متفاوته. ما از سیب زمینی استفاده نمی کنیم و به جاش بادمجون داریم. کلی نکته داره. یک کتلت خیلی خوشمزه است. مطمئنم عاشقش میشید و طعمش به یادتون میمونه. بریم با هم دیگه درستش کنیم. تو مرحله اول ما احتیاج داریم که بادمجونا رو کبابی کنیم. برای کبابی کردن بادمجون این قسمت بالای بادمجون رو یه مقدار میگیریم به این حالت و جداش میکنیم. فقط خیلی عمیق برش نزنین چون میخوایم این قسمت روش بمونه. بعد که این کارو کردیم با نوک چاقو چند تا برش خیلی کوچیک و سطحی روش ایجاد میکنیم، چون بادمجون رو وقتی که میذاریم کبابی بشه اگر این برش ها رو ایجاد نکنیم ممکنه که یک دفعه اون هوا و گازی که داخل بادمجون جمع میشه یک دفعه ممکنه که خارج بشه و بادمجون پخش بشه به اطراف. پس حتما به این صورت این چند تا سوراخ رو داشته باشه. اینا رو هم یه ذره کوتاه‌تر میکنم. معمولاً بهتره که از بادمجونای کاملاً مشکی استفاده کنید. درسته که قراره این بادمجونا رو کبابی کنیم ولی نباید از بادمجونهایی که خیلی به قول معروف توپل هستن استفاده بکنیم، چون بادمجونایی که متوسطن هم برای سرخ کردن خوبن هم برای کبابی کردن. بادمجونهایی که خیلی توپلی باشن ممکنه که وسطشون خیلی دونه داشته باشه و اون دونه ها اصلا خوشایند نیست. بادمجونایی هم که بیش از حد قلمی باشن وقتی که کبابی میشن پوستش که جدا میشه تقریبا میشه گفت که دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه. پس بهترین اندازه برای بادمجون کبابی به نظر من البته این اندازه و این سایزه. کبابی بهترین حالتش اینه که روی آتیش و در حقیقت روی زغال انجام بشه. ولی خب یه مقدار تو زندگی آپارتمان نشینی ممکنه محدودیت هایی وجود داشته باشه که این امکان وجود نداشته باشه. هم میتونید روی گاز یه شعله پخش کن بذارید، بادمجونا رو روش قرار بدید و منتظر بمونید تا بادمجونا کاملا نرم بشن و وقتی که برمیگردونید ببینید که یک طرف پوستش حالت سوخته و خشک پیدا کرده. بادمجونا رو داخل فر هم میتونید کبابی کنید، یعنی بذارین داخل فر روی پنجره سیمی بچینید و گریل بالا رو روشن بکنید. ولی خب روی زغال بهترین حالته و بعد از زغالم به این صورت رو شعله مستقیم، البته شعله کم، این بهترین حالت بادمجون کباب کردنه. حالا چند تا نکته دیگه هم داره. موقعی که یه طرفش دودی شد و کبابی شد خواستم برگردونم باز نکته هاشو بهتون میگم. خب حالا تو این مرحله من ادامه کارا رو انجام بدم تا اون آماده بشه. جعفری داریم، تقریبا جعفری خورد شدمون میخوایم حدود 4 تا قاشق سوپخوری بشه. از جعفری خشک اصلا استفاده نمی کنیم، حتما جعفری تازه استفاده کنید و تقریبا به اندازه 4 تا قاشق سوپخوری جعفری رو لازم داریم. همیشه یادتون بمونه غذاهایی که بادمجون داخلشون استفاده میشه معمولا توی سبزی ها جعفری در کنارش بهترین طعم و بهترین مزه رو ایجاد میکنه. خب حالا تقریبا حدود 4 تا قاشق جعفری تازه رو من میریزم داخل کاسه. اگه یه ذره کمتر یا یه ذره بیشتر بشه هیچ اشکالی نداره. یه ذره طعم جعفری مثلا توی کتلتتون یه کوچولو کم یا زیاد بشه. این الان تقریبا 4 تا قاشق بود. خب حالا وقت رنده کردن پیازه. یه دونه پیاز درسته داریم، من تخته رو عوض کردم و مرتب کردم اینجا رو. یه دونه پیاز درسته داریم که با رنده ریز باید رندش کنیم. دقت کنید حتما رنده ریز باشه و آروم آروم پیاز رو روش بکشید. اگر با رنده درشت پیاز رو رنده کنید ممکنه داخل کتلتتون حین پخت خیلی آب بندازه و
باعث شل شدن و وارفتن کتلت بشه. ولی وقتی با رنده ریز رنده میکنین همینجا تو همین مرحله پیاز آب میندازه و دیگه توی کتلتمون مشکلی ایجاد نمیکنه. خب حدود 3 تا حبه هم سیر استفاده میکنیم، 3 تا 4 حبه. عجب پیاز تندی هم بود. حالا این اگر حبه های سیر بزرگ بودن 2 تا هم کافیه، اگر کوچیک بودن تا 4-5 تا حبه سیر هم میتونید استفاده کنید. خب سیرم رنده کردم. حالا قبل از اینکه بخوام اضافه کنم داخل کاسه‌ای که مواد کتلت داخلش قرار درست بشه، یه مقدار به این صورت آب پیاز رو میگیرم. سیر که آب نداره، ولی خب آب پیاز رو حتما باید شما توی این مرحله بگیرید. ببینید خب تا یه حدی که گرفتم، بعد این رو بذارین کجم بذارمش، بین 2 تا دست فشار بدید. خب بقیه‌ش هم همین کار رو انجام میدم. اگر که نگرانین دستتون ممکنه بوی سیر پیاز و اینها بگیره، داخل یه الک بذاریدش و بذارین یه 5 دقیقه بمونه، خودش آبش جدا میشه. خب و مرحله بعدی اضافه کردن گوشته. حدود 200 تا 300 گرم شما میتونید گوشت استفاده بکنید، ولی حالا گوشت چرخ کردم یه ذره کمتر یا بیشتر بشه هیچ اشکالی نداره. خب دوباره من باید اینجا رو یه ذره مرتب کنم و برگردم پیشتون. خب کاسه مواد رو میذاریم جلوی دستمون و حدود 1 قاشق چای خوری بهش زردچوبه اضافه میکنم. بعد برای اینکه این غذامون خوش‌طعم‌تر بشه من از پاپریکا استفاده میکنم. پاپریکا پودر فلفل قرمز شیرینه. تقریبا نصف قاشق چای خوری هم پودر پاپریکا رو استفاده کردم و بین 3 تا 4 قاشق سوپ خوری آرد اضافه میکنیم. آردی که اضافه میکنیم همون آرد، حالا هم نون میتونه باشه هم آرد شیرینی میتونه باشه، خیلی تفاوتی نداره. این آرد برای این اضافه میشه که یه کمی رطوبت اون بادمجون کبابی اینا رو جذب خودش بکنه و نمک هم که تقریبا فکر میکنم به اندازه نصف قاشق چای خوری که نمک بزنیم کافیه براش. خب اینم از نمک. حالا دیگه باید منتظر بمونیم تا بادمجونا کبابی بشن. ببینین دوستان، الان من فکر میکنم که بادمجونا یه طرفش کبابی شده. وقتی دست میزنم به این صورت میبینیم که بادمجونا نرم شدن و آروم آروم در حال پختن هم هستن. حالا آهسته برش میگردونم تا اون طرفش هم کبابی بشه. دقت کنیم برای کبابی کردن بادمجون اصلا از حرارت بالا استفاده نکنین، چون حرارت بالا باعث میشه که خیلی سریع پوست بادمجون میسوزه و اون حالت دودی رو پیدا میکنه، ولی وسط بادمجون حالت خام میمونه و بوی خامی داره. پس با حرارت متوسط، اگه خیلی هم کم باشه بادمجون کامل میپزه، نرم میشه، از حالت خارج میشه، یعنی کلا آب میندازه، ولی در این حال هنوز دوباره اون حالت کبابی و دودی که میخوایم نشده. پس با حرارت متوسط این طرفش هم که کبابی بشه دیگه از روی حرارت برش میدارم. یه نکته مهم دیگه توی کبابی کردن بادمجون اینه که دائم و هر لحظه بادمجونا رو حرکت ندین، نچرخونید و جابجاشون نکنید. بذارید کامل یک طرف بادمجون دودی بشه، پوستش بسوزه، بعد برگردونید سمت دیگه. خب بادمجونا کبابی شدن، میذارمشون روی تخته و خب اگر میخوایم پوست بادمجونا خیلی راحت تر جدا بشه، با یه سلفون یا با یه نایلون به این صورت روی بادمجونا رو بپوشونید و بذارید به همین حالت بمونه تا خنک بشه. رطوبتی که ایجاد میشه باعث میشه که پوست بادمجون کاملا، یا چطوری بگم اصطلاحاً میشه گفت پوست بادمجون قلفتی جدا میشه و به راحتی. پس میذارم 10 دقیقه بمونه، بعد پوستش رو جدا میکنم. خب ببینید الان من این نایلون رو بر میدارم، میذارم کنار و بادمجون ها رو آروم آروم شروع میکنیم به این حالت راحت و آسون پوستشون رو جدا میکنیم.
خب ببینید قشنگ پوست جدا میشه از فیله بادمجون. همه بادمجون ها رو همینطور خیلی آروم و با احتیاط پوست بکنید. خب ببینید همه بادمجون ها پوستش کنده شد بدون اینکه خود بادمجون آسیب ببینه. قشنگ ببینین اینو بذار برش گردونم. قشنگ بادمجون پوستش کنده شد. خب حالا بادمجون ها رو به طور کامل به این شکل ساتوریشون میکنیم. اینا رو من از اینجا جدا میکنم میذارم کنار و خوب بادمجون رو ساتوری میکنیم. ببینین انقدر چون حرارت مناسب بوده کاملا مغز پختم شده و نرمم شده. بادمجونا وقتی که به این شکل ساتوری شدن بعد اضافه میشن به اون کاسه‌ای که دیگه همه مواد توش آماده است و فقط منتظر بادمجون بودیم. ببینین دوستان ما وزن بادمجون کبابی شدهمون حدود 200 گرم یعنی بین 150 تا 200 گرم باید باشه. اگر شما 4 تا بادمجون متوسط رو کبابی کنین تقریبا بین 150 تا 200 گرم بادمجون کبابی شده بهتون میده. خب حالا ما یه تابه میخوایم. خب یه تابه رو داخلش روغن ریختم یه مقدار و گذاشتم روی حرارت. حالا این مواد رو به این صورت قشنگ با هم مخلوط میکنم. بادمجون، گوشت، ادویه ها، آرد، بعد دیگه پیاز رنده شده، سیر، جعفری. قشنگ و حسابی اینا باید با هم مخلوط بشن. خب وقتی خوب مخلوط شدن ببینین اینجوری چند بار مواد رو قشنگ بلند کنید و بندازیدش توی کاسه. این کار باعث میشه که موادتون خیلی منسجم تر بشه. حالا دونه دونه فرمشون میدیم و داخل روغن سرخشون میکنیم. ببینید برای فرم دادنش هم که یه مقدار کم از مواد برداریم به اندازه مثلا یه گردوی درشت. خیلی کتلت ها رو بزرگ درست نکنیم. از یه گوشه هم برداریم. من تقریبا به این اندازه برمیدارم. این رو توی دستتون قشنگ فرمش بدید و آروم و آهسته به این حالت نازکش کنید. اگر چسبندگیش خیلی زیاد بود یه کوچولو دستتون رو مرطوب کنید ولی الان خوبه چسبندگیش خیلی زیاد نیست. خب بریم که بذاریمش داخل روغن. ببینید یه طرفشون که سرخ شدن حالا خیلی آروم و آهسته برمیگردونیم تا طرف مقابل هم سرخ بشه. باید مواد کتلتتون رو کاملا شما نازک باز کنید و توی روغن بندازید. اگر ضخیم باشه ممکنه وا بره چون سیب زمینی نداره که باعث چسبندگی بشه. پس باید خیلی توی فرم دادنش دقت داشته باشید. این برنگشت. خب دوستان ببینید اون طرفش هم سرخ شد. هر دو طرف کاملا برشته و آماده شدن. خب کتلت هامون آماده شد. این کتلت رو بچینیم اینجا با نون سنگک سروش بکنیم. یه کتلت واقعا لذیذ و خوشمزه. یکی دیگه هم بذارم اینجا اصلا بذاریم پرترش کنم. امیدوارم که شما هم حتما درستش کنید و ازش لذت ببرید. خب اینجا هم یه کمی من جعفری میذارم. با وجود اینکه داخلش جعفری داره ولی باز توی سروش هم جعفری خیلی خیلی عالیه برای این کتلت. یعنی سعی کنید علاوه بر جعفری داخلش باز کنار کتلتاتون هم سروش بکنید. اگر هم خواستید داخل نون باگت هم سرو بکنید که خب بازم میتونید جعفری و اینها رو داشته باشید.
اگر سس خاصی مد نظرتونه مثل سس کچاپ و اینها، با اونم خوشمزه میشه. میتونید از انواع سس هم باز برای سروش استفاده کنید. امیدوارم که دوست داشته باشید. حتما درستش کنید و منتظر نظرات شما توی کامنت ها هستم. بفرمایید، نوش جونتون.